بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر روشان رومان هستم، عامل تولیدی فابریکه تولیدی ادویه سیانور. فابریکه تولیدی ادویه سیانور در سال 1394 در ناحیه 17 شهر کابل آغاز و فعالیت کرده و تا فعلا هم فعالیت دارد. فابریکه تولیدی سیانور در حدود 160 قلم ادویه تولید میکنه که از جمله انواع مختلف کپسول است، تابلت است، شربت است، درای سسپنشن است، پوماد است، قطره است، تابلت است، کپسول است. این اقلام را فابریکه تولیدی ادویه سیانور تولید میکنه. لله الحمد در این اواخر فابریکات داخلی الحمدلله در حالت رشد هستند. الحمدلله دولت ما را حمایت میکنه، هموطنای ما که ما را حمایت میکنه. ما تا فعلا راضی هستیم. با ما جای افتخار است. ما فعلا در این نمایشگاه دومین نمایشگاه تولیدات داخلی وقتی که هموطنان ما میاین، ما که در دستانشان نمی تولیدات داخلی خود میبینیم، با ما یک افتخار میبخشه و بسیار جای خرسندی است که ما تولیدات وطنی خود چی میکنیم، استفاده میکنیم و تولید میکنیم. دواهای داخلی یا تولیدات داخلی که است بسیار از ارزش بالا برخوردار هستند دیگه. با ما بسیار ارزش داره. با هموطنان ما اینجا همراه بسیار هموطنان ما صحبت کردیم، از تولیدات داخلی استفاده میکنن و راضی هستند. در رسیم مواد خام ما مشکلات داریم. وقتی که ما در افغانستان فعلا ما نداریم، فابریکات مواد خام نداریم. وقتی ما از کشورهای ممالک خارجی مواد خام وارد میکنیم، در حدود راه گرمی می باشه، هوا، رطوبت بالای مواد تاثیر میکنه دیگه. با مو وقت زمانش به ما نمیرسه دیگه. دمی عرصه ما از دولت خود میخواهیم وقتی که ما مواد خام خود وارد میکنیم، از دولت خود امی خواهان هستیم که ما فابریکات داخلی را حمایت میکنه، ولی در عرصه مواد خام ما را حمایت کنه. وقتی مواد خام ما از کشورهای خارجی میآید، او را باید به زودترین فرصت در دسترس ما قرار بده. مثلا در گمرکات است، اینجا تال میخوره مواد ما، باید دولت اینمی کمک امرای میکنه. وقتی مواد ما از ممالک خارجی میرسه در افغانستان، در گمرکات افغانستان میرسه، باید به زودترین فرصت او را در دسترس ما قرار بده تا ما بتوانیم یک تولید خوب، یک دوای خوب به افغانستان، به هموطنان خود تقدیم نماییم. فابریکه تولیدی ادویه سیانور در 34 ولایت افغانستان نمایندگی فعال دارند. البته در خود فابریکه تولیدی سیانور در داخل فابریکه فعلا که در ناحیه 17 سرک کوچکی موقعیت داره دیگه، زیاد هموطنان ما مصروف کار هستند و همچنان در ولایت 34 ولایت که است، اینمی هم از برکت فابریکه تولیدی سیانور است که در 34 ولایت افغانستان زیاد مردم مصروف کار هستند و همراه فابریکه تولیدی سیانور همکار هستند. پلان های آینده ما ای است که ما بتانیم که فعلا ما شربت ها داریم، درای سسپنشن داریم، پوماد داریم، قطره داریم و انشالله پلان از این داریم که بخش زرقیات هم افتتاح کنیم انشالله. و در این پلان هستیم که بتانیم که 160 قلم است، در 260 360 قلم و از بیشتر تولیدات خود برسانیم. پایه ما به تمام مردم شریف ملت افغانستانی است که از تولیدات وطنی خود استفاده کنند، فابریکات داخلی خود حمایت کنند و از تولیدات داخلی خود استفاده کنند. و از دکتر صاحبای محترم خواهش ما ای است که در نقصه های خود از دواهای داخلی خود استفاده کنند و اینمی خواست ما از مردم و دولت و دکتر صاحبای محترم است. الحمدلله به نظر خود ما زیاد فیصد مردم از تولیدات داخلی راضی هستند.